قراره چند نفر رو نشونتون بدیم که شباهت زیادی به هاندرچل، بازیگر مشهور و پرطرفدار ترکیه دارن. اگه طرفدار هانده هستین ممکنه از شباهت زیادی بعضی از این افراد تعجب کنید. همین حالا دکمه قرمز رنگ عضویت رو فشار بده و همیشه با ویدیوهای جذاب و دیدنی کانال لنز همراه باش. بیضا ساراج. این دختر جوون ترک به حدی به هاندرچل شبیه که نگو. شباهت عجیب بیضا به هانده انقدر زیاده که سوژه کلی از شبکه‌های خبری شده. نگین میرصالحی. نگین میرصالحی بلاگر و مدل معروف ایرانی که در هلند زندگی میکنه، بسیاری از سایت‌ها و شبکه‌های خبری ترکیه معتقدن که نگین خیلی به هانده شباهت داره. سودا ارگینجی. احتمالاً با شنیدن اسم سودا تعجب کردین، ولی باور کنید سودا ارگینجی انگار نسخه مینیاتوری و کوچیک شده هانده است. شما به عکس‌ها دقت کنید فقط. نرگس محمدی. خیلی از طرفدارای هانده میگن مقایسه نرگس محمدی با هاندرچل مثل مقایسه ژیان با بنزه. ولی خیلی دیگه میگن قبلا که نرگس محمدی کمی لاغرتر بود و سنش کمتر بود یه شباهتایی با هاندرچل داشت. شما به عکس‌ها دقت کنید. کژی هافتا. کژی دختر زیبا و خواننده خوش صدای کرده که شباهت عجیب و غریبی به هاندرچل داره. نظر شما راجع به این ویدیو چی بود؟ کدوم یکی از کسایی که گفتیم بیشتر از بقیه شبیه هاندرچل بود و کدوم یکی اصلاً شباهتی نداشت؟ با عضویت توی کانال ترکیه لنز میتونید هر هفته کلی ویدیوی دیدنی و جالب ببینید.